اگه وارد رابطه با خانم متأهل شدی، حالا یا بهت گفته یا خودت فهمیدی این ویدیو برای توه. میخوام بدونی این زنان همگی به خاطر کمبودها و خلأهایی که در زندگیشون دارن به دنبال پر کردن این خلأها وارد این جور رابطه ها میشن. چند تا از مهمترین این عوامل رو بهت میگم و آخر ویدیو بهترین روش برخورد با این خانم ها رو که از لحاظ روانشناسی ثابت شده بهت توضیح میدم. پس با من همراه باش. اولین مورد رفع نیازهای جنسیه. گذشته زن و شوهرها فقط آخر هفته کنار هم میخوابیدن. حداقل تو ایران اینطوری بوده و در طول هفته خانوم با مادر شوهر خواهر شوهرش توی اتاق دیگه میخوابید. در نتیجه مردها برای رضایت جنسیشون در طول هفته سراغ لواط و بچه بازی میرفتن. در حال حاضرم چون در جامعه ما آگاهی دادن در مورد مسائل جنسی تابو محسوب میشه، خانوم‌ها و آقایون اطلاعات کمی از مسائل جنسی دارن و نمیتونن رضایت همدیگر رو جلب کنن. برای همین برای برطرف کردن و رضایت جنسیشون سراغ کسی دیگه میرن. باور کنید نصف بیشتر این مسائل با آموزش دادن حل میشه، ولی متاسفانه تو ایران این آموزش ها بسیار کمه و تمامی این نارضایتی ها به خاطر نداشتن اطلاعات کافیه. دومین مورد ازدواج در سنین پایینه. وقتی خانوم یا آقا هنوز به پختگی لازم نرسیده نباید ازدواج کنه. اکثر این ازدواج ها به دلیل فرهنگ و مسائل خانوادگی یه جورایی اجبار به ادامه دادن دارن، چون اون خانوم نمیتونه طلاق بگیره و محکوم به ادامه دادن با اون شخص تا آخر عمرش میمونه و همین باعث میشه این زن و شوهر طلاق عاطفی بگیرن و شرایط برای این نوع رابطه ها براشون فراهم بشه. ویدیو رو لایک کن، بیا برای ادامه. البته که همه زوجین هم طلاق عاطفی نگرفتن. مورد سوم نرسیدن به فانتزی های جنسیه. خب خانوم ها مثل شما آقایون میشینن به هم تعریف میکنن خیلی چیزا رو. خانوم میبینه یه سری از موارد هنوز تجربه نکرده، یا حالا روش نمیشه به شوهرش بگه یا شوهرش نمیتونه براش انجام بده و این میشه از دلایل دیگه‌ای که برای این جور رابطه ها ورود میکنن. مورد چهارم جبران سختگیری های همسرشونه. یه سری خانوما هستن که همسرای بسیار کنترلگری دارن و اکثرا خانوماشونو به صورت یه زندانی توی خونه نگه میدارن. این خانوما چون اکثرا تو خونه زندانی و تنهان فکر میکنن که الان داخل یه قفس هستن و اون بیرون الان چه خبره. زمانهایی که همسرشون کنارشون نیست و بیرونن، این عقده ها یکی یکی خودشون رو نشون میده و حس رهایی میکنن و دوست دارن هر کاری انجام بدن. موارد دیگه هم مثل فقر یا اعتیاد که باعث خیانت همسران میشه و در مورد آخر به شکست های مکرر عشقی در دوران مجردی خانوم هم برمیگرده. البته این هم در نظر بگیرید بیماری های روانی یعنی افسردگی های شدید و همچنین گشتن با دوستان ناباب باعث به وجود اومدن این جور روابط هم میشه. البته که این دلایل بهانه های مناسبی برای برقراری این جور رابطه ها نیست. ما فقط براتون نام بردیم. به نظرتون علت دیگه ای جا مونده که من نگفتم؟ برام کامنت کن. چرا آقایون یا پسرهای کم سن با خانومهای متأهل وارد رابطه میشن؟ خب کسانی که دنبال رابطه جنسی هن قطعا رابطه با یه خانم متأهل براشون بی درد سرتره. اولا محدودیت داره، زیاد به پر و پاشون نمیپیچه. دوما دیگه دختر نیست که برای برقراری رابطه دردسر و استرس داشته باشه. و مهمتر این که اکثر این خانوم ها به دلیل تجربه‌ای که دارن از لحاظ جنسی گرمتر و قوی‌تر از دخترای دیگر. رابطه با خانوم‌های متأهل برای پسرهای کم سن و بی‌مسئولیت بهترین گزینه است، چون هیچ مسئولیتی در برابر این رابطه ندارن، نه از لحاظ شخصی نه از لحاظ خانوادگی، راحت و آزاد. حالا ما این وسط مردای متأهل هم داریم که به دلیل تنوع طلبی و بی اخلاقی در مسائل جنسی جذب خانمای متأهل میشن.
اونا میان با بولد کردن مشکلات خانوم ها و تنهایی های اون خانوم کم کم زمینا رو برای برقراری این روابط ایجاد میکنن. ویدیو رو برای دوستات ارسال کن، بیا قسمت آخر و مهم این ویدیو. بهترین روش برخورد با زن خیانتکار چیه؟ بهتره بدونین این مدل زندگی کردن برای خانم‌های متأهل باعث میشه که یه حس عذاب وجدان همیشگی در دلشون داشته باشن. اونا میدونن نه شما رو دارن نه رابطه‌های دیگه شونو. اکثرا سردرگمن، نمیدونن باید چی کار کنن، با زندگیشون چندن. اینو بدونین این خیانت یک شبه و به طور ناگهانی ایجاد نشده. بهترین برخورد برای زن خیانتکار از لحاظ روانشناسی و یکی برات میخونم. اول، کنترل خشم و عصبانیت. آقا میدونم خیلی سخته ولی نباید کاری کنی بعدم برات پشیمونی به بار بیاره. دوم، گفتگو، اون هم در حضور مشاور و متخصص خیانت، نه خانواده ها و دوستای من و دوستای اون. سوم، تمرکزتون رو از روی فرد سوم و انتقام ازش بردارید. فقط و فقط به خودتون و زندگیتون اهمیت بدید، نه شخص دیگه. اینجور آدما همیشه در کمین زندگی‌های مشترک هستن، زن و مرد هم نداره. چهارم، این قسمت از همه سخت‌تره میدونم، ولی باید آرومتر باشی و این اتفاق از دیگران مخفی کنی. چرا؟ چون وقتی زندگیت درست شد و مشکلاتت حل شد، حالا با خودت نگی کاش همه جا جار نمیزدم، چون بعدش میخوای به زندگیت ادامه بدی. بعد از این مرحله حالا باید روی مشکلاتی که باعث تخریب زندگیتون شده زمان بذارید. من قبلا ویدیویی هم در رابطه با خیانت آقایون آماده کردم، میتونید اون هم ببینید و نظرتون رو بهم بگید.